یکی از مباحثی که فکر کنم خیلی مطرح بشه، خیلی جای تأمل داشته و مهم باشه، این که اول چیزی که به ذهن شما میرسه چیه؟ با سلام. سوال خیلی پرمغزی بود، خیلی دیگه پرمغز بود دیگه خارج شده بود اصلا، که به ذهن هیچ کس هم نمیرسید. این روزها اولین چیزی که به ذهن هر کسی میزنه وضعیت پدر سوخته نظام مقام عظمای ولایت. چی شد؟ وسط گفتگو تلفن زنگ زد. بابا خیلی طبیعی بود بابا، عجب طبیعی بود این صحنه. یاد فیلم طبیعت بیجان افتادم. الو ببخشید. الو سلام، همین تویی؟ آره منم. خب کجایی؟ سر قبر امام. اونجا چی کار میکنی؟ هنوز نرفتی بیمارستان؟ خودت برو، به من چه؟ ای بابا، مگه من به تو نگفتم من نمیتونم برم؟ من گرفتارم اینجا، الان دارم حاج آقا صحبت میکنم، نمیتونم. حاج آقا کدوم خریه؟ با کارشناس برنامه. خب بالاخره میخوای چیکار کنی؟ میری یا نمیری؟ برو بابا، رفته‌هاش پشیمونه. همین من دیگه چجوری به تو بگم؟ پاشو بیمارستان ببین چیکار میتونی بکنی. میری یا نمیری؟ میری؟ برو بابا حالت خوشه، تو همون برنامه کشکی تو اجرا کن. گور بابای تو اون پدر ولایت مداره. ببخشید آقا. ببین حرفایی که این داداشت زد تو سناریو نبودا، یه خورده همچین فضاش محاربی بود. جریان چیه؟ والا واقعیتش اینه که من امروز پدرم تصادف کرده. پدرتون تصادف کرده؟ مبارکه انشالله، مبارکه انشالله. به سلامتی رحلت کردن یا هنوز نرحلتیدن؟ بردنشون بیمارستان. از بیمارستان من زنگ زدن، منم که برنامه دارم نمیتونم برم. به داداش کوچیک‌ترم زنگ زدم، گفتم که تو پاشو برو. ولی چند ماهیه با پدرم رابطه‌اش یه ذره به هم خورده، یه ذره گوش نمیده به حرف، قهر کرده با بابا. قهر کرده؟ تو نظام جمهوری اسلامی سابقه نداشته بچه‌ای با پدرش قهر کنه. من که تا حالا نشنیده بودم، اولین باره. البته آخرین نمونهش خود من بودم، برای اینکه کارم به قهر کردن با پدرم نکشه بدم آیت الله گیلانی کشتش، اعدامش کرد. اینو تو بهش گفتی؟ آره، الان زنگ زدم گویا جای دیگه است، نمیدونم چیکار کنم. به نظرم تنها راهی که برامون میمونه اینه که یه بار دیگه با مقام عظمای ولایت تجدید بیعت کنیم. عجب حرفی زدم. کاملا درسته. حالا خلاصه نمیدونم چیکار کنم، هر چی بهش میگم. چی رو هر چی بهش میگم بابا؟ تو هم گرفتیم مقام عظمای ولایت که خر پیشش انیشتینه، یه ساله داره خودشو جر و واجر میکنه، هیچ حرفشو گوش نمیکنه. بعد تو همچی چی که دیگه خودت که فشار خونت باشه. حالا بگو بیاد اینجا من باهاش صحبتی بکنم دیگه. پیشنهاد خیلی خوبیه. زحمت می‌افتید. دوستان میگم زنگ بزنن بیان اینجا شما باش صحبت کنید. ببخشید. خواهش می‌کنم. نه بابا خواهش. سلام علیکم. آقا باید زحمت می‌کشید این شماره داداش منو بگیری؟ اومدم آقای جوادی. آره بهش بگو بیاد اینجا. چشم. دستت درد نکنه. قربونت. جاش شما چای میل دارید بگم براتون بیارم؟ آره قربونت. فقط یه شیش نخوری کوچولو از سم مقام عظما بذار بغلش حل شه که دیگه بریم باش. سلام. او عجب داداش گوریلی داری. من به این چی بگم آخه؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ هنوز که بیمارستان نرفتی؟ واقعیتش بشین اینجا. بشین. پشت تلفن که گفتم واقعیتش اومدم اینجا کار تمام شد با هم دیگه بریم. نمیدونم والا چی کارش کنیم. پدرمون تصادف کرده، بیمارستانه، یک ذره این بچه نگران نیست. اون چیزی هم که میگید نیست، منم بچه همون بابا. ولی بابا تو هم ولی فقط ولی فقیه. تو حکم تعزیرات حکومتی رو تو ملأ عام جاری نکردم و سری بالا بیار ببینم چت چاقالو. بابا مثلا منم تو برم سینما، همش میگه درس. چقدر درس آخه؟ میخوام یه کتاب بخونم، درستو بخون. میخوام برم بازی کنم، درستو بخون. فهمیدم مشکلت چیه. مغزت کار نمیکنه. مغزت کار دوست داری مفت بخوری بچرخی. خب تو باید میومدی مدرسه حقانی پیش این آیت الله مصباح طلبه میشدی. اون وقت هر غلطی دلت میخواست میتونستی بکنی. آقا خیلی مغرور شده، هر چی پدرم میگه یه چیز دیگه جوابشو میده. میگه این کتاب سفیده، میگه نه سیاست. اینجاست که دیگه من باید وارد شم. وقتی بابات میگه کتاب سفیدا تو لالمونی میگیری، نه به خاطر بابات، گور بابای بابات. زنگ میزنی دفتر مقام عظما کسب تکلیف میکنی. ببین قاعده است، دو تا خط موازی هم دیگه رو قطع نمیکنن مگه اینکه به اذن مقام عظما.
ایشون با من چیز میکنه. بچه ستق بازی در نیار. چند سالت اینجوری بلبل زبونی میکنی؟ من 15 سالم. بابا من هم سن و سال تو بودم 30 سالم بود. خوب گوش کن این حاج آقا چی میگه. تو خفه شو دیگه بابا. اصلا پارازیت میندازه. اسمت چیه؟ حمید هست. بی خود میکنی همین دستی. واسه همینه که به این نکبت افتادی دیگه. اگه اون بابای تصادفیت اسم تو میذاشت سید علی خامنه ای الان ترکیبی بودی، مشکل اضافه وزنم نداشتی. حالا میری دیدن اون بابای قزبیتت یا باباتو بیارن جلو چشماتا. من بهش کلی گفتم، اینقدر بهش زنگ زدم گفتم خداً شو همین برو. الان من که نمیتونم، من سر برنامه. تنها کسی که میتونه توی دیگه. باز لج میکنه، گوش نمیکنه حرف. بابا تو هم خفه بمیر دیگه. هی برنامه. فکر می‌کنی همچین برنامه اسکار رو داری اجرا می‌کنی؟ اگه آدم بودی خودت پا می‌شدی یه ترکی پا می‌رفتی اون بابای جاسوس پرورتو می‌دیدی دیگه. یه سناریوی باسمه‌ای هم غالب کردی به ما، هر خری می‌فهمه داریم اینجا فیلم بازی می‌کنیم ما. گوش کردی حرف حاج آقا رو؟ بله. مبارک ان شاء الله. امیدوارم. با اجازهتون آقا من از حضورتون مرخص میشم. حالا کجا میری؟ بازم وایساده سرتق واسه گیری فرود داره بارو نگاه میکنه. اصلا ولش کن بابا رو. برو ثبت نام کن بسیج، یک کیک و ساندویچ بخور، جای 100 تا بابا برات درآمد بده. بله آقا. حاج آقا خیلی زحمت کشید. این داستان علمی ما چی شد؟ اون نیکوتین بدنمون رو ما تلف این موضوع کردیم دیگه. دوستان میاد زحمت کشید. ما اومده بودیم اینجا راجع به وضعیت نظام صحبت کنیم. تو هم سر خر و کش کردی رفتی سمت مسائل خانوادگی. البته وضعیت نظام هم یه چیزی تو همین مایاسا، میدونی؟ مقام عظما با اون جسم ناقصش تصادف کرده. هیچی هم نیست بره عیادتش. ولی این برنامه‌ت خیلی داره طبیعی اجرا میشه، میدونی؟ این برنامه هم میکنیم. داره طبیعی اجرا میشه.